یعنی چی محدث درباره نحو گپ میزد، یعنی چی بود؟ یعنی این نحوی میگفتی. از همه مثلا فنها چی شد؟ یعنی خبردار شد رحمه الله. حتی مثلا که ها بیان مذاهب ها، حتی نقولات یعنی مقاله های اهل بدع، مقاله های چوی مثل همین ابن مخلوف مثلا همین که ها قاضی البکری همینا خداشون اینا اهل بدع یعنی اشاعره ماتوریده ها میگفتن که خداشون اقرار کرد، میگفتن که ما میگفتن فرزندامو هم مجلسایی که میشد مجلسای ابن تیمیه بمیواریم، برای که شیخ الاسلام ابن تیمیه اول چی میکند؟ مقاله های اهل بدع نقل کرده سنی رد میکند یاد. وقتی که مقاله های اهل بدع یعنی معتزله و اشاعره های نقل میکند، یعنی اینا مینویسن یعنی از ابن تیمیه یعنی مقاله های نقدشون کنه این چیز، اینا خودشون بیخبرن این چیزا یعنی وقتی که ابن تیمیه گفته میشه دکون جواب میگذاره سونه گرفته فرزنده گرفته میبرن اینجا، فهمیدید؟ یعنی اومده از یعنی اصل مذهبی اصل همین